صحیح نیست که من چون به عنوان شاگردشون هستم نه توانایی دارم که در وصفشون صحبت کنم نه اینه که موقعیتی هست بگم و شرایطی. آقای دکتر خالصی همونجور که همه شناخت کافی داریم عزیزان ما میشناسن، چون که در ایران واقعا شاید بگیم پدر جراحی گوش ایران، بنیانگذار جراحی نوین گوش در ایران و در سطح جهان رو میدید به طور منحصر فرد کار میکنه واقعا و محصل کارشون تمام شاگرداست که تربیت کردن و شما در سطح ایران تمام کسانی که میبینید واقعا قابلیت‌هایی داره و به معنای واقعی جراحی گوش انجام میدن فقط و فقط مدیون زحمات ایشون و بنیانگذاریشون و جنبه‌های علمی، جنبه‌های اخلاقیشون اینقدر بالا هستن که برای ما خیلی اهمیت و ارزش شاید از جنبه علمی شما حتی بالاتر باشه. معنی واقعی به عنوان یک سمبل در این گروه وجود داره. ان شاءالله خدا سعیشون سر ما و شاگرداشون و تمام جامعه